Okay, let's go. یو برابکس ما اینجاییم دوباره با یه برنامه دیگه متفاوت بله پارازیت هستن ایشون. ببخشید خواهش میکنم. من معذرت. خواهش میکنم. امشب اومدیم با یه بازی سرگرمی طوری به اصطلاح میشه گفت و میگم همونطوری که هست بچه‌ها هستن. گفتی خسته نباشید. گفتی خسته نباشی. بله بابت ویدیوهای قبلی خیلی متشکرم ازتون بچه‌ها. لایک کردین، سابسکرایب داشتیم، کامنت داشتیم، بچه‌ها همه جوره حمایت کردن و میریم بچه‌ها رو معرفی کنیم. امشب به خصوص یه مهمون داریم از چهره‌های خیلی مشهور توی شبکه 4 هستن. عمو جونم دوربین خدمت شماست. خدمت از ماست. ببخشید من سلام کنم به بچه‌ها. شما بفرمایید. سلام بچه‌ها، ویدیو قبلی همراهتون بودم، خیلی خوشحالم که دوباره کنارتونم تو گروهمون دیگه. متفاوت پارازیته دیگه میشناسین عمو الفو دیگه، پارازیته، باید کارشو انجام بده. بچه‌ها خوش اومدید، بازم خوش اومدید. ویدیو رو همونطور که عمو اس گفت هم ویدیوی سرگرمی طوره. خب من این ور وایسادم که جدی می‌فرمایید؟ بله سرگرمی بازی داریم. یه بازی این دفعه فقط مجازات نیست. بازی قسمت‌های قشنگم داره. دوست عزیزمون بذارن منو می‌فرمایید. بله خودشونه. من بازی رو بهتون توضیح بدم. بازی اینا اسمش چیه عمو؟ توپ و لیوان. این توپا باید بیفته تو اون لیوانا. اگه افتاد جایزه داره، اگه افتاد مجازات داره، اگه نیافتاد بازم مجازات داره. پس چی شد؟ 2 تا مجازات، 1 جایزه. این از این. درسته؟ بله. خب میریم بیشتر وقت رو نگیریم. بعد بریم و برگردیم مهمون رو معرفی. آره بله میریم و برمیگردیم مهمون رو معرفیش میکنیم. بریم و بیایم. بچه‌ها ما برگشتیم. میگم مهمون برنامه‌مون داشت نقاشیشو کامل می‌کرد. نه داشت نقاشی و کامل می‌کرد. بله یه آلبوم کشید. واقعا آلبوم معرفی کن عزیزم. مهمون برنامه هستن. سلام عزیزای دل، بابراس هستم. بعد از مدت‌ها همدیگه رو دوباره داریم می‌بینیم. کم سعادتی از ما بود که خیلی ما تماس گرفتیم با آنتن شبکه رو قطع کردن اگر نه بعد ترجمه کنم براتون. آقای بابراس خیلی ما براشون پیام گذاشتیم و ایمیل گذاشتیم. راه ارتباطی باشون خیلی سخت بود. ما خواستیم ویدیو اول بالاخره از زیر قبر رو زیر خاک. شما مردی مگه؟ خیلی وقت الانم که دارن فارسی صحبت میکنن، چون ایشون ایرانی که نیستن، با هوش مصنوعی در جا داریم چیز میکنیم، ترجمه میکنیم براتون. اومدیم با بچه‌های امروز یه بازی قشنگ رو اجرا کنیم، بعد ما برگردیم زیر خاکمون. امیدوارم حداقل با چک و لغت نریم، با باخت نریم. یه خوره کش اینجا میبینیم روی میز، این کشا رو ما ببریم با خودمون رو دنیا. خبر با هوری پریا. من با اینا رو دیدم. ببین با 50 یورو توی آلمان خیلی چیزا میشه خرید. تو اینستا دیگه دیدین. ولی زیر خاک چیا میشه خرید؟ اون بابراس ما پولامون رو با خودمون میبریم گور. چنج میکنین اونجا؟ کاریتون نباشه. ردیفه. درسته. آقا وقت بچه‌ها رو بیشتر از این نگیریم. مهمان برنامه ادامه بدم به نقاشیشون. ما برمیگردیم به ایشون. نقاشی رو تقدیم به دوستان میکنم امشب. نقاشیتون رو یه معرفی میکنید. این اثری از گل‌های آفتابگردان در زیر آفتاب چیزهای لس آنجلس هستش. و این 3 تا گل که میبینید اینا در اصل گل نیستن، باید برین توی محو این نقاشی. اینا 2 تا گل آفتابگردونن که تقدیم میکنم به عمو الف و عمو اس. خیلی لطف دارید تقدیم کردید. نه سومیه، چون ما همه اینجا پسرین تقدیم به کسی نمی‌کنیم. درست. خیلی لطف دارین، مرسی، متشکرم. ممنون که به من گلی تقدیم نکردی. امیدوارم مجازات بشه و خودم اجراش کنم با قرآن اینجا.
دعوت میکنیم از مهمان عزیزمون آقای بابراس توپ اولا رو پرتاب کنن. مهمان بله زو به احترام مهمان. من چند تا توپ دارم؟ شما 3 تا توپ دارین ولی من 2 تا احساس میکردم داشتم. حالا که میگی 3 تا 3 تا. اون گل آفتاب گردونی که گفتیم اون داستانش مونده. بله زو من میام اینجا بچه‌ها. میتونم آخری باشم. مهمان برنامه مهمان حبیب خداست. احساس بدی دارم. چیز نمیشه. شما از همونجا که وایسی میتونی اونو راه بندازی. خب شروع که بکنم. آره بفرمایید. خب سیاه به دورش اونجا محفوظ بمون. شانسی. نه بذار بنداز. خب یه پس گردنی دارید. چقدر دو پس گردنی رضا گرمه. چیکار کردی باشم؟ چیکار گفتم که من گفتم 2 تا داشتن دارم. نقاشی می‌کردن شما سرپا وایسید. حالا جایزمون چیه؟ حالا من یه توضیح بدم اول. بفرمایید. میشه اول کدکشو بخورم بعد حداقل ببینیم آخرش چی میشه. الان شما 2 تا توپو ننداختی اینجا. آره میدونم. 2 تا مجازات پسی داری. مشکل نداره. شما دوستان عزیز اگه محبت کنید شما بفرمایید پسی رو بزن. بفرمایید و همونطور که داری میری خودم بعد براش همونطور که بله میبینید بچه‌ها مهمان آوردن میزننش. وای شما رو چی لایک میکنید؟ ببخشید ما واقعا از شما معذرت. آقا ساپرونی نکن. اینجا سرتون رو بذارید خیلی بهتره. آقای مهمان آقای بابا اینجا سرتون رو بذارید. خیلی عالی. وا میگم موهات فره تو موهات پیتزا درست میکنه. بعدی پسی نبود که تو سری بود بیشتر. تو سری بود. زد دیگه. حالا ولی زدی دیگه. بعدی رو اگه دوست داری تا دوباره اجرا کنیم. یه دونه دیگه است. چه صدایی بده. واو بدون درد و پسی بود. چرا 2 تا زد؟ این زد. من نبودم. نفر دوم نمیشم گردن نگرفت. جلو دور. پاداششون بله. شاید پاداش. من میام اینجا بچه‌ها. خب خوشحال باش. پاداشه. همین که پاداشه خودش پاداشه. پول باشه 2 یوروه. دیده شود بله که پسندیده شود 2 یوروه دیده شود. امیدوارم توی ویدیوهای بعدی جای 2 یورویی فقط حداقل 50 یورویی بذارم. 2 یورویی حذف شده. یکی از داریم 50 یورویی هم داریم. لطفاً یه دونه از گوش بدید. آب‌ها لیوان‌ها پوچه. بله اوکی شانس. ولی بازم این تو سری داره؟ آره نه دیگه. پوچ تو سریه دیگه. اینم که میفته این پوچم تو سریه؟ آره دیگه. دعوت پوچ می‌کنیم هم میشه از آقای متین. از متین. ما به احترام مهمانای برنامه همیشه مهمانا رو اوله بگم آرزو کنم. نه ببخشید آرزو کنید واسم. امیدوارم برو عقب‌تر آقا برو عقب‌تر برو برو خوبه اینجا خوب. این مال من بود. تا پسی شد که بچه‌ها یکیشو بدین دوباره بزنن. نه 3 تا پسی آخه ولی 3 تا پسی که داری. 3 تا پسی رو دارم. 4 تا پسی ریدی باره دستدار مشترم دیگه بزنم یا نه بچه‌ها؟ نه گفتن نه. من چیز دیگه شنیدم. زیر کامنت کامنت 4 تا پسی می‌خوایم بزنی؟ نه همون 3 تا. این جایزه دادیم اینو. جایزه 4 تا پسی شد. دوست داشتم ببینم چی میره اینا. بفهم. کله‌رم بوکسوری زده. بفرمایید. میخوای 2 تا بزن 2 تا زبدری بزن. اینو میگیری الیاس اینجا. عمل جراحی که نمی‌کنید بزنید. بفرمایید. اوه 2 تاش. اوه خالق نه گفتم 3 تا. عمو اس آخری رو کی زد؟ عمو اس دارم من. ببخشید. دیگه بازیه دیگه. انتقام یعنی جذاب میشه. جذاب شده. ببینم گردنو
یه دوربین نشون بده گردن. یه گردن رو نشون میدیم به دوربین. گردن نشون بدم. خیلی قرمز شده. واو. خب کیه بعدی؟ کی دوست داره بچا بره؟ اموئل نزدیکه. اموئل نزدیکه دیگه. اموئل نزدیکه. آفرین. من میذارم اینجا. پسیا رو می‌خواید بگیرید. عقب لطفاً چرا نیفتاد واسه من این چی می‌خوریم؟ اون 50 یوروی بستگی. بعد اونجا رو نگاه کنید بزنید. افکار. یه پسی داری دوستش داری ها؟ اونو فقط متین نداره. ببین. کارما افکار نگاه افکار چیکار میکنه؟ این پوچ شد. انداخت. آقا خورد. بابا شما دیگه جلادین به خدا. یادت نیست بازی قبلی دیگه. واو. خب اجازه دارم ببینم چیا هستن شما. او از اینجا میتونم ببینم مجازات نباشه. آخه بابا یکیش که چرم تبریز رو داریم در خدمت اموئل هستیم با 3 تا کمربند مدل انگلیسی. بده من اینو میخورمش. نه میخواد بخوردش نمیذارم بخورش. مدل انگلیسی 3 تا کمربند چرم تبریز. خدا وکیلی 3 تا کمربند و یه جوری بهت میزنم که این بهت حلال بشه. 50 یورو پولو تو بردی. من گفتم اونجا رو نگاه کن. افکار کارما با این 50 یورو من میتونم ببین. 1 ماه تو آلمان زندگی کنم. بله طبق گفته بعضیا 1 ماه. البته الان این ستا رو جوری میخوری که اون به حلال بشه. بعد کمربند ستا رو ما بزنیم. بله بفرم گوش. یک نفر بزنه آقا یا مثلا 3 نفرمون بزنیم. هر کدومتون که مهربون تره بزن. 3 تامون میتونیم نفر یه یکی دونه بزنیم. رو باید هم بزنم. آقا چه جوری یه دونه رو من باید بزنم. بفرما. شما انتقام پسی تو میخوای از اموئل صده. ببین 50 یورو برده. 50 بیا بخواب. خم کن. من اگه کمربندم نبود 50 تا می‌بردم میگفتم بزنید. مثل اون پسی هست. آره فقط مدل انگلیسی میشه پایین تنه. آره خیلی بده. آبلایی و فلان. البته انگلیسی با کمربند نبود، با جاروف بود، جاروف قدیمی‌ها. ولی دیگه ما الان با این میزنیم. بله. زدشونو. آی چقدر درد داره. خیلی میسوزه. ببین الان تا اینجا 15 یوروش حلال شده. بفرما نفر بعد. وای درد داشت. عذرخواهی میکنم. حالا آخر ویدیو بهتون نشون میدم شاید نبود چه. مدل این میخوای اینجوری بزنی؟ بفهم. آره. بفرما. اینجوری بهتره. امتناع میکنم. امتناع وارد لغاتمون نشو. دایره لغات آقا صادق یه مقدار با بقیه بچه‌ها فرق میکنه. شما دیگه وارد میشناسن. خیلی‌ها میشناسن. اینجوری وایسن. خیلی‌ها بچه‌ها بعدی سرش گرم کن. خیلی از بچه‌ها در جریانن. آره. حاجی عقب جلوش یکی شد. من عذر میخوام. خورد با آفتابگردو. آفتابگردو ازم رو برگردون. وای برای مکی خیلی درد داشت. با تمام وجودم زدم خدایی. جوری زدم که 50 یه الان 20 یورو شد. وای یعنی 20 یورو شد. نه یعنی میگم 30 یورو دیگه باید بزنی. 30 یورو دیگه با گفته خودت باید وارد بده. من 15 یورو وارد کردم با اون شتاب. تو باید یه 30 یورویی وارد کنی. از ایشون چی بودم؟ ما یه جوری میزنم ایشون کله آفتابگردو رو برون. یه جوری میزنم که بقیه هم بهش بدم. وای واقعا بریم برگردیم. ببین کن 4 تا سوراخو میذارم قلبش تپش قلبش بلند شد. آخه اموئل خوب نمیسته. چه جوری وایسن؟ سبت منگنه اینجوریه. خم کن. آره باید خوب دقیقاً. فکر کنم میخوای اسکاچ بزنی. اسکاچ بزن. اسکاته. مجید دل بندم اون اسکاته. اسکاچ بچهای دایره لغاتی خاصی دارن شما دیگه 2 وجان به همون جایی بزن که بزنید. 3 تازیانه مگه میزنی؟ یه هول داد. وجان 50 یورو سگ خور شد. اما این بازیه. رو به بچه‌ها کو از احساساتت براشون تعریف کن. اما یه بازی بود امیدوارم دلخور نشی. از احساساتتون تعریف کن. همینجا از برنامه خدافظی. در اوج. آقا دیگه من توی بازی‌ها نیستم. خب نوبتی هم باشه. نوبت دو پک بخیر. آقا من 50 یورو برام شد ببخشید.
سگ خور. البته حلالش کرده، نوش جونه. خب آقا مجازات امیدوارم فلفل براش در بیاد. آمین. فلفل کنیم تو حلقش. جان عیسی میخوره. نه میسوزه. ببین از اونجایی که بنده یک لور هستم، بله پیایی هستم سیخم، بله پی سوی خودم هستم، یعنی میشه درسته بچه‌ها؟ یکم جلوتر هم میتونی بیستی. من اوکی ام. خب افکارشو خراب کنید بچه، یه افکارش همیشه سالمه، چیزای خوب در میاد، صادقه. یعنی امیدوارم یه چیز خیلی خوب در بیاد. چه برعکس میشه با حرفای من. اوه حرفه‌ای زد، خیلی خوب دبل زد. افکار میتونست برگرده بیفته تو لیوان، نه و دست بله بله. کجا برگرده؟ نه درست اون برمیگشت. شما اگه توپ برمیگرده. شما بعدی رو بزن. توپم جلده. اگه اینو انداختی تو یه دونه جایزه داری. یلا باش. خب اینو بعداً خودت دیگه حساب کن. یه دونه دیگه توپ. آره دیگه گفت توپم برمیگشت. الیاس انگشتش نکنی. من چیکارش کردم؟ نگاه نکنید یه دونه دیگه میذارم. الیاس هنوز جاش درد میکنه. هنوز درد بعدی رو بزن. دو تا پسی داری با دو تا نه یه دونه پسی داره. تو افتاد. نه دیگه اون نه اون افتاد. قبلیه رو. نه اونم میزنی. اونم دو میزنی. تا پسی داری عمو. و دو تا بیا اول پسیامو بزنیم. یکیش پوچه شد سه تا پسی. سه تا پسی یکیش پوچه. خب اونم پوچه. نه نشون نده الان، من میخوام بعد پسیام. نشون ندم. بچه‌ها میگه نشون نده که 5 یورو برده. بعد پسیات بهت میگم که 5 یورو بردی. چرا نسیم 5 یورو میدم پسی نخورم. نه پسی ما 5 یورو. پسی 5 که یورو من در نظر دارم با بقیه پسی ها فرق داره. بخوری قشنگ‌تره. بیا خم کن. اینجا همه خم کردن، شما هم باید خم کنی. بفرمایید. خواهش میکنم. نفر یه پسی میزنیم دیگه. 3 تا پسی شده دیگه. آره 5 یورو هم بعد به این فکر کن. کمره بده پایین. یکی 5 یورو میبره، یکی 50 یورو. این چیزات هم سیم خاردارات و سه تا فکر پسی نکن ما بود. چیز خوریم سیم خاردارا من رو. بزنم اولی رو. بفهم. بذار من یه خورده خیس کنم. نه کم خوبه. الکل یس میشه. خوبه. اوه اینو من نه. نزدم صادق. نه کی زد؟ یاد پس کردنی آقام افتادم. دستی کی بود؟ خیلی سنگین بود. خدا من بودم. کی بود؟ اما الف من استثمام میکنم. بفرمایید. استنمام میکنی؟ استهمام بکن. ببین من خیلی سریع دادم که درد نفرش. اوه افکار من نه. کی بود؟ قبلیه رو من زدم. کیه؟ خب قبلیه خیلی بهتر بود. قبلیه رو چی؟ یکی دیگه مونده دیگه. نه 3 تا پوچ بود. دو تا پوچ گفتیم پوچه. نه پوچ گفتیم پسی داره. من وی آی آر میخوام. بله برمیگرده. اول بیا اول بخور بعد وی ای آر میکنی. نوبت ما رسید. بچه‌ها زیر کامنت ها بنویسین وی ای آر رو. شما بهتر نگه دار 50 یورو کردم. 5 یورو 4 تا پسی. یا دیگه بخور دیگه. منم خوردم. من 4 تا پسی خوردم. هیچی هم نبردم. اینو میتونیم صدامم در برای اینجوری نگه دارمش. آره ممنون. اگه بخوای خطی گردن بگیریم، میخوای متین اونور بگیری که شما رو دستت باز باشه. وای این صداش هم در مهمان دعوت میکنن دیگه. باشه. اول چیز مهمان میذارن. بیا اینم 5 یورو. ما میرسه دیگه. کارما. یه گردن هم نشون میدی دوربین. سرخی من از تو. حلاله باشه، مشکلی نداره. 5 یورو واقعا ارزششو نداره. واقعا به سلامت خرجش کنی. نفر بعد شما نوبت تو. نه من 4 تا پسی خوردم. عمو من که بازی کردم. نه اون گلای قالیش یکی شد. تموم شد بازی. ویدیو تموم شد. بازی تموم شد. بچه‌ها تموم کنیم.
من که تموم شد. تموم شد. خیلی خیلی دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا دیدید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بله بذار یه خورده بچه‌ها ترجمه کنم. و اینکه لایک کنید، ساب کنید دیگه. برای من هنوز میسوزه. برای شما رو ببینیم ما کپ کردم. شما که هنگی ولی همگی مجازات شدیم. یعنی هر کسی مجازات شد، ولی من جایزمو دارم. هر کسی مجازاتش شد. فقط آقا متین چی شده؟ شما فقط مجازات شده، جایزه نبردید. من 50 یورو، 5 یورو، 2 یورو. بچه‌ها بله. نظرتون چیه؟ من یه توپ دیگه بندازم. تو دلم میمونه جلو بچه‌ها توپ نندازم. یه توپ دیگه من میندازم. یه توپ دیگه بندازه ولی پوچاشو حذف کنید. آره. نظرتون چیه؟ خب بفرم. من یه توپ دیگه میندازم. یه پوچ. این 2 تا پوچ. خیلی یهویی و سورپرایزی بود. من اینا بودن ننداختم، دارین کم میکنین ازشون. بیا. نمیدونیم چیا رو برداشتیم، چیا رو گذاشتیم. خب بفرمایید. 4 تا توپ پس شد، یه دونه توپ گرفتی. بچه‌ها رفت. خسته نباشی. خسته نباشی. چی هست؟ چیه توش؟ دوست ندارم ببینم. مجازات نباشه. دو تا هم کلاغ در خیابان با صدای کلاغ در خیابان با صدای کلاغ. خب دومی آرا چی؟ خوردن 2 لیتر آب. نه بابا 2 لیتر آب. آخه بگو مگه دلت درد میکنه میگی میخوام بندازم. بچه‌ها برنامه رو تموم کنیم سریع بچه‌ها. که بریم داشته باشیم. نه جلو الان یا بذاریم آخر برنامه. من کلاغ رو بذاریم وسط روز، وسط لنگ قایه اینجا بعد همه ویدیوشو پراشون بریزه. بذاریم برای بچه‌ها. بله کلاغ. 100%. بابا نکنین این کارو با ما. 100%. دقیقاً باید حداقل یه 100 متری، آره 100 متر کلاغ‌پر رو بره. یعنی به خدا الان پولا رو میدوزم فرار میکنم از دستش. بچه‌ها اینم بود از شانس. اصلا امشب شانس یاری نکرد با آره واقعا. دیگه از همون اولش راستی خوبه این نصیب کسی نشد. قرار شد اینم بود داخل برنامه که اگه هر کی بهش افتاد تو صورتش پارتی پاپر. حالا نشد دیگه. نشد متاسفانه، ولی مرسی تا اینجا. اگه دیگه کمی بود ببخشید بچه‌ها. بچه‌ها همه یکی کردن یکی واسه. خیلی خوشحال شدم عمو دست شما درد نکنه. خیلی حال دادین. منم خداحافظی کنم با بچه‌ها فعلا تا بعد مجازاتمو بچه‌ها دوباره عمو لطفا ما رو حتما دعوت بکنید. اوه چی بود؟ دیدی واسه 100 هم میبرم من پیشم. خوشحال میشم دوباره میام اینجا خرابکاری‌ها رو خراب کنیم. نمیشناسیش. زو بچه‌ها مرسی تا اینجا بامون بودین. بچه‌ها فقط یادتون باشه تو معاملاتتون احساسی رفتار نکنید. من الان خواستم شانس امتحان کنم یه پولی برنده شم، اینجوری شد. به امید دیدار دوباره موفق و پیروز باشید. خوشگل گفتم نه؟ شب و روزگارتون خوش مثل خودت گفت. نتونستم همینقدر دیگه شو تموم کنم.